راه شاهنامه. مورخین یونانی که سرآمد اونها هرودوت باشه چنین نقل کردن که در سال حدود 490 پیش از میلاد جنگی میان سپاهیان ایران و یونان در میگیره و در اون جنگ ایرانیان شکست میخورن. سربازی به نام فیدیپیس از صحنه جنگ که دشت ماراتون باشه تا آتن رو پیاده میدوه تا اینکه خبر شکست ایرانیان رو به آتنی ها بده. در سال 1864 یک آقای فرانسوی به نام میشل بره ایشون به کمیته ملی المپیک پیشنهاد کرد که این دوی 42 کیلومتر وارد بازی‌های المپیک بشه و الان هر کجا که نام ماراتون بر زبان میره این یک توهین بزرگ ملی برای ایرانیانه. گیرم که چنین اتفاقی افتاده، خب این چه ربطی به بازی‌های المپیک باید داشته باشه؟ چرا باید یک ورزش و یا دویی که صرفاً نماد جنگ و خشونته و پیام جنگ و خشونت داره وارد بازی‌های المپیک شده باشه؟ خب همه میدونیم که حلقه های المپیک 5 تا حلقه یکسان و یک اندازه و این نشان صلح و دوستی و اتحاد میان مردمان 5 قاره گیتی است. تا امروز که من با شما گفتگو میکنم هنوز هیچ کشوری به این موضوع اعتراض نکرده. چرا باید چنین ورزشی با چنین پیامی وارد بازی‌های صلح‌آمیز المپیک شده باشه؟ من در نظر دارم که به یاری یزدان یک فاصله 45 کیلومتری رو، یعنی از ورزشگاه شریعتی کرج تا جایگاه بنیاد نیشابور، پای درس شاهنامه پژوهی استاد دکتر فریدون جنیدی بدوم که به جهانیان پیشنهاد کنم که این دوی که من اسمشو گذاشتم راه شاهنامه جایگزین دوی ماراتون بشه. یعنی یک پژوهنده فرهنگی قادر 45 کیلومتر را از کرج تا تهران یا فاصله دو شهر رو بدوه تا سر درس شاهنامه با پیام فرهنگ و صلح و دوستی بنشینه. و پرسشم از جهانیان و کمیته المپیک این است که آیا ورزشی که نماد فرهنگ و صلح و دوستی در ذات خودش داره شایسته حضور در بازی‌های المپیکه یا ورزشی که بیانگر جنگ و خشونت هست؟ من برای نخستین بار این کار رو میخوام انجام بدم و به یاری یزدان سطح تمرینام رو اونقدر بالا ببرم که توانایی دویدن 45 کیلومتر رو داشته باشم.
درود بر روان پاک فردوسی. مسافت 45 کیلومتر، زمان 4 ساعت 20 دقیقه. از هموطنان گرامی هم خواهش میکنم که در فراخوانی که ما به زودی در سایت رسمی راه شاهنامه خواهیم گذاشت شرکت بکنن و در اونجا تایید بکنن که مردم کشور ما همیشه به دنبال صلح بودن، جنگ طلب نیستن و این فراخوان به معنای تایید صلح خواهی مردمان کشور عزیز ایران خواهد بود. همچنین افکار عمومی جهان و مردمان صلح دوست جهان که تایید بکنند راه شاهنامه به جای 2 ماراتن در بازی‌های المپیک حضور پیدا